دوستای گلم سلام، به دومین ویدیو از چنل یوتیوبی یوکن خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیوی قبلی ما در مورد این حرف زدیم که موفقیت چیه و موفقیت از دیدگاه هر کسی فرق میکنه. حالا توی این ویدیو من میخوام در مورد این حرف بزنم که برای رسیدن به موفقیت چه چیزایی رو باید داشته باشی و بدون این چیزایی که میگم نمیشه که موفق شی. پس بریم که داشته باشیم. داداش گلم، آبجی گلم، نگاه کن. برای اینکه موفق بشی باید چند تا چیز رو رعایت بکنی و اینکه چند تا چیز رو داشته باشی. بدون اینا نمیشه موفق بشی. نمیشه که نمیشه. باید 1 پشتکار داشته باشی، 2 اراده قوی داشته باشی، 3 تلاش بکنی، 4 انگیزه و حس خوب داشته باشی. نگاه، برای همه اینا یه مثال میارم. پشتکار یعنی چی؟ پشتکار یعنی اینکه تو توی مسیرت قوی باشی، ادامه بدی. هر چقدرم که مسیر سخت بشه ول نکنی. تا کاری میشه نگی نمیشه، خسته شدم، نمیتونم ادامه بدم، بس دیگه، غلط کردم، خسته شدم و از این چیزا. مگه به این آسونیه؟ رسیدن به هدفی قشنگی که تو تعیین کرده باشی رسیدن بهش سخته. به والله که آسون نیست. خود منی که اینجا دارم چیز شعر برات حرف میدم، ولی خب این حرفا مفیده، حالا دارم شوخی میکنم، ولی خود منی که دارم اینجا برات حرف میزنم این فکر میکنم 6مین کانال یوتیوبی من باشه. 5 تا کانال دیگه داشتم که هر کدومی به دلایلی به نتیجه نرسیده و نشده اون چیزی که من میخوام، ولی خب دست بر نداشتم. دهنم سرویس شده، چقدر وقت گذاشتم، چقدر هزینه کردم، ولی خب دیدم نشده. گفتم اوکی، من هدف دارم که از یوتیوب به درآمد برسم و دارم تلاشمو میکنم. بهت میگم این 6مین کانالیه که من دارم. خسته شدم تو این راه، گریه کردم، جا زدم، ولی همچنان دارم ادامه میدم. دارم میگم اوکی، یه بار دیگه من شانس خودم رو امتحان کنم. در کل اینو بهت گفتم که بگم نگاه کن، بعضی از کارا خیلی سخته. بخوای انجام بدی تو راه ممکنه خیلی شکست بخوری. پس نباید شکستاتو قبول کنی. پشتکار داشته باش و تلاش کن برای اون چیزی که میخوای. اراده قوی یعنی چی؟ اراده قوی هم یعنی اینکه وقتی میگی تلاش میکنم، سنگ از آسمون بباره تو انجامش بدی. میفهمی؟ نه اینکه بگی اوکی امروز که جمعه است ولش کن استراحت کنم، امروز که 13 به دره همه رفتن بیرون منم برم، امروز که هوا بارونیه همه با عشقشون بیرونن منم برم یه دوری بزنم. اینجوری نمیشه. تو باید اراده قوی داشته باشی. بگی انجام میدم انجام بدی، بگی میکنم بکنی، نه اینکه فقط حرف بزنی و حرکتی نکنی. تلاش یعنی چی؟ تلاش یعنی تو راه پارشی ها، ولی هر کاری بتونی بکنی تا موفق بشی. میفهمی؟ خسته شی، له شی، ولی انجام بدی. با چیز گشاد آدم به جایی نمیرسه. باز تلاش کنی و پارشی تا به اون چیزی که میخوای برسی. یه ضرب المثل و تیکه‌ای هست که طرفای ما اینو میگن چیز گشاد مایه نشاط. خب میدونی معنی این ضرب المثل چیه؟ معنیش اینه که کسی که باسن گشادی داره و گشاد بازی در میاره و میبینه که بقیه دارن کارا رو میکنن لذت میبره. چیز گشاد مایه نشاط، خوشحالی. طرف میبینه بقیه دارن پاره میشن ولی خب این خودشو زده به گشاد بازی. تماشا چیه و کارا رو دوش بقیه است، ولی خب خوب نیست. با گشادی آدم به جایی نمیرسه، به والله که نمیرسه. حالا یه چیزی تو پرانتز بگم، این ضرب المثل رو من از پدر شوهرم شنیدم. فکر کن دیگه چه بال. خلاصه داشتم میگفتم انگیزه و حس خوب یعنی چی؟ یعنی اینکه بگی من میتونم، همش انرژی مثبت بدی به خودت، نه اینکه همش بگی نمیشه، نمیتونم، نمیرسم و این چرت و پرتا. نه، بگی میتونم، من خواستم پس میشه، خدا پشتمه پس میتونم، میرسم. میفهمی؟ به خودت حس خوب بده. همش به خودت بگو میشه، من میتونم، چرا من نتونم، مگه من چی کم دارم؟ در کنارش تلاش کن. اینکه فقط بگی که من میتونم، میشه، ولی هیچ کاری نکنی به خدا نمیشه. باید بگی میشه، میتونم و تلاش کنی. حالا اگه انگیزه خفن خاصی، بهت گفتم که دیگه انگیزه و انرژی مثبت خیلی مهمه. حالا اگه انگیزه خفن خاصی، چنل من که هست، مگه من مردم؟ با محتوای طنز میای انگیزه میگیری، یه چیزی هم یاد میگیری، کیفم میکنی، به خدا که قدر نمیدونی. تازه یه ضرب المثل خفنم یاد گرفتی از من. پس لایکو بزن که بیاد، سابسکرایب هم بکن دیگه خلاصه اگه اینا رو بکنی برای دوستتم بفرستی که دیگه دمت گرم. پس خلاصه جمع‌بندی بکنم، تا اینجا یاد گرفتی که برای موفقیت چه چیزهایی لازمه و هر کدوم از اینا معنیش چیه. امیدوارم که
خوشتون اومده باشه از این ویدیو و مفید بوده باشه براتون. توی ویدیو بعدی قراره در مورد اهمیت موفقیت توی هر حوزه حرف بزنیم. پس ویدیو دیگه‌مونم ببین، با ما همراه باش. ممنون که تا اینجا اومدی. دمت گرم. تا ویدیو دیگه. بای بای.